واژگان ثروت‌ساز. اگر در حرفهای خودتون از واژه‌های بی‌مایه استفاده می‌کنید، نه تنها عملکرد خودتون ضعیف میشه، بلکه افرادی که میتونن به شما کمک کنن رو از خودتون دور میکنن. چون هیچ کس جذب آدم منفی باف و دل مرده و مسموم نمیشه. یادتون باشه که تغییر و آگاهی از کلام شروع میشه. برای خودمونم پیش اومده که افرادی که همیشه غر میزنن، ناله میکنن، از اتفاقای ناخوشایند صحبت میکنن، دلمون میخواد ازشون دور بشیم چون حالمون رو بد میکنن. اما برعکس آدمایی که حرفهای خوب میزنن، حس زندگی میدن، ناخودآگاه جذبشون میشیم. پس سعی کنیم خودمون اون آدم مثبت باشیم و حرفهای خوب بزنیم، امید بدیم، حس خوبی رو انتقال بدیم تا هم خودمون حس خوبی داشته باشیم، هم آدمای دیگر رو جذب کنیم. از کلماتی مثل اراده، عشق، سپاسگزاری، خلاقیت، رشد، شجاع، زیبا، فرصت، اینا به خودتون تلقین کنید. مثال: عشق وارد زندگی من میشه، من خلاقیت دارم، من شجاعم، من زیبام، توی زندگی من فرصتهای زیادی برام به وجود میاد، من دارم رشد میکنم. از این کلمات و جملات استفاده کنید تا خودتون